خب عزیزای دلم، همونطور که توی ویدیوهای قبلی TRX گفتم، این ویدیو مربوط به تمرینات کور هست با TRX که توی 3 ست میخوایم انجامش بدیم. TRX رو تا زانوم ارتفاعش رو تنظیم میکنم و متمو روبروی TRX پهن میکنم. پاشنه پامو میذارم توی TRX. مقدار فاصله‌مو بیشتر میکنم که پاهام کاملا صاف باشه. پا میشم میشینم، دستمو میزنم به پاشنه پام برای 20 تکرار سیتاپ کامل. دم و بازدم فراموش نشه. حرکت بعد پاشنه پامو فشار میدم، با سنمو از زمین دور میکنم و زانوامو خم میکنم توی شکمم. با سنم دیگه زمین نیاد. دم و بازدم فراموش نشه. برای 20 تکرار این تمرینات کور هسته، شکم، فیله و پهلو. تمرین بعد پنجه پامو میذارم توی TRX، میچرخم میرم توی حالت پلانک. پام یکی در میون میاد توی شکمم برای 20 تکرار. تمرین بعد میرم روی البو تو حالت پلانک. برای 30 ثانیه میخوام تو حالت پلانک بمونم. شکم سفت، کمرم گود نمیشه. نفس بکشم. خب اینم از این تمریناتمون رو برای 3 ست میخوایم انجام بدیم. آب بنوشیم، آماده بشیم برای ست بعد.
خب اینم از ست دوم. آماده بشیم که ست سوم بزنیم. آب فراموش نشه. خب اینم از ست دوم. آماده بشیم که ست سوم بزنیم. آب فراموش نشه. خب ست سومم تموم شدش. بریم که با تیاریکس بدنمون رو استرچ بدیم و سرد بکنیم. خب میستم، دستا کاملا کشیده، توی شیب قرار میگیرم، با سرمو میدم عقب، کاملا بدنم کشیده است. میتونم هر استرچ رو 8 الی 15 ثانیه نگه دارم. کل بدنم کشیده است. بالا تنم رو میچرخونم به یه سمت، نگه میدارم، دم و بازدم یادم نره، سمت دیگه کاملا کشیده. بسیار خوب. میام بالا، یه پاو میندازم روی اون یکی، با سرم رو نزدیک میکنم به زمین، دستا کاملا کشیده، پیریفورمیسم رو کشش میدم، نگه میدارم، پامو عوض میکنم سمت دیگه، میام پایین، دستا کاملا کشیده، تعادلم رو حفظ میکنم. بسیار خوب. پشت به تیاریکس میستم، دستا کنار گوش، یه پامو جلو نگه میدارم، خودم رو هل میدم به سمت جلو، دستا کاملا کشیده است، نگه میدارم. بسیار خوب. پامو عوض میکنم، به سمت جلو هل میدم، بسیار عالی. بیام بالا، به این صورت میستم، دستام کاملا کشیده، بدنم رها. الان تو حالتی وایستادم که اگر تیاریکس نباشه من افتادم. اینقدر بدنم رو آزاد نگه میدارم. بسیار خوب.
رو به تیاریکس میستم. از کمرم خم میشم به سمت جلو، کاملا پشت صاف، دستا کشیده. باید احساس کشش رو پشت پام داشته باشم. نگه دارم. بسیار خوب. خب تمرین امروزمونم تموم شدش. دیدین که با یه تیاریکس میتونین تمرین به این عالی رو انجام بدید و نگران این نباشین که باشگاه در دسترستون نیستش. حتی اگر میرید سفر میتونید تمرین انجام بدید و تیاریکس فضای زیادی رو نمیگیره و میتونین همراه خودتون همه جا داشته باشیدش. مرسی که همراه من بودین. کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو بزنید تا اگر ویدیوی جدید آماده شد خبرتون کنید.